السلام علیکم دوستان عزیز، روز شما بخیر و شادی باشد. امیدوارم که همه شما خوب و تندصحت هستید. تمام مادران دنیا را به روز عیدشان تبریک و تهنیت ها گفته از درگاه خداوند متعال به هر یک شما تندصحتی و خانوادگی عمری دراز و رزق وسیع تمنا می کنم. در اینجا امروز من یک نمود کلچه آسانی با مزه کم خرج برای شما آماده کردم. حتما این رسیپت را تیار کنید، پشیمان نمیشوید. چنانه که میبینید در اینجا من یک و نیم قاشقچه دراج را با یک قاشق شکر آمیخته کرده ماندم. من در اینجا اکنون در اینجا من 2 قاشقچه نمک، 1 قاشقچه شکر، انداخته و بالای 300 میلی لیتر شیر آمیخته کرد. همش را یک جای میکنیم. شیرما باید گرم و کک باشد. و بالای این من آرد را همراه کرده. من آرد را همراه میکنیم. تخمینا 600-650 گرم آرد. من آرد را انداخته. من به بالایش همون دراژ کردماندگی من را من اکنون می اندازیم. به بالایش 80 میلی لیتر روغن فرق ندارد. خواه رستیتینی مسله باشد، خواه سلیویشنی مسله آب کردگی باشد آمیخته میکنیم. اکنون همش را از که آمیخته کرده من همین طور خمیر میکنیم. خمیرامو سخت هم نه، ملایم هم نه، همین طور بیاد. اکنون خمیرم را بالایش را پوشیده در جای گرم کرد در مدت 1 ساعت دم میدیم. من خمیری ما دم گرفت 1 ساعت و 10 دقیقه شد. من خمیرم گرفته و زوالچه ها تقسیم میکنم. اکنون به زوالچه ها برابر کرده تقسیم کرده زواله گرفته در 15 دقیقه دم میدهیم. من همین طور زواله گرفته به یخچال میمانیم تا که 10-15 دقیقه دم گیرد. اکنون زباله های ما دم گرفت 10-15 دقیقه دم گرفت. اکنون این را ما همین طور با دست راست میکنیم. من همین طور به مابینش نامپرا زده باز بالایش را به پلیانکو پوشیده 15 دقیقه دیگر با دم میدهیم. من اکنون 15 دقیقه دم گرفت. به منطقه من به تکش به پرگامتنی بوماگه مانده. من به منطقه میمانیم. در منطقه کمتر آب را گرفته. وقتی که آبش جوشید این را اکنون به منطقه میمانیم. 3-5 دقیقه در هوا باید ایستد. من اکنون از منطقه گرفته و بالایش یک دانه زردی تخم را با 1 و نیم قاشق شیر آمیخته کرده برای آرایشی رویش مالیدم. کسانی به کانال ما آبونه نیستند
حتما آبونه شوید. ویدیوهای جالبتر در پیش است دوستان عزیز. تا به دیگران پدیلیت کنید تا که دیگران هم از ویدیوهای ما بیخبر نمانند. من این دویمش را هم این طرف از پر گرفتم و بالای این را هم این طرف تخم زردی تخم و شیر را مالیده به ما بینش کمتر کنجد پاشیدم. من اکنون میبینید کلچه ما تیار شد. کلچه در حقیقت کلچه با مزه آمد، ملایمک. حتما برای عائله خودتان، برای فرزندای خودتان آماده کنید. من یک تایش را شکسته به شما نشان میدهم. خبتش چقدر ملایمی با مزه آمد. من ملایمک آمدگی، خبتاش نغز کک پختگی. حتما برای فرزنداتان تیار کنید. رسیپتی آسان، کم خرج، دسترس است. خیر دوستان عزیز، در پناه الله مهربان باشید. خیر تا ویدیوهای آینده. خدا حافظ. خیر.